فروش 2 سال اخیر خوب استقبال آبی، یعنی عمومی از طیف خاصی استفاده میکنه، همه گیر آبی. 4-5 تا کافه بار هستی، کافی شاپ 5-6 تا هستی دیدش، یه دکه 7-8 تا هستی که قهوه سرو کنن، سوپریل اکثرا 10-20 تا هستی که سرو کنن همراه با فروش رو. ارزم به حضور ساندویچی اکثرا دارن 7-18 تاشون شروع به کار کردن. همشون مثلا دستگاه حرفه‌ای قهوه ساز دارن یا نه؟ مثلا صنعتی مثلا شاید یه اردوش 4-5 تایی بود، اکثرا نیارن، همین به چیز خونگی زنن، دستگاه اسپرسو ساز خونگی.